أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرف قرآن کریم اما طور است که در ابتدای سوره غالبا هدف سوره را مشخص میکنه و در خلال کم کم به طرف هدف می رود. در اخیر که می رسیم باز قضیه را جمع‌بندی میکنه و خلاص و نتیجه که هدف قرآن کریم است که ایجاد رابطه زیبای یک انسان با خدا و یک رابطه معقول با مخلوق خدا و رابطه خوب با خودش است. امیر باز در اخیر سوره در حقیقت به نمایش میگذارد. گاهی هدف مقصد را به شکل تعبیر میکنه که بعد کل تربیت را در امیجا میدهد. آیه‌ای که آل تلاوت شد شما دیدین که با یوسف علیه السلام چی کارهایی نبود کش نشد و تحولات عجیب، مشکلات عجیب، توطئه های عجیب، این کلش آمد. وقتی که در اوج کامیابی میرسه باز ورشکستگی، تواضع و انکساری از این انسان صالح را باز اینا میبینه، تعجب میکنه. خدا بر ما این را میفهمانه که این تو شوین که یک دو مشکل سرتون آمد دیگه نشود که باز انحراف بکنین، یا اگر دو سیر فایده که کردین باز از کبر و غرور باز نگنجین، این کار نکنین. حضرت یوسف علیه السلام هنگامی که پدر خود را میبینه، برادرای خود را میبینه، کلشان در مصر میان یک خانه واحد تشکیل میدن، باز میگه رب قد آتیتنی من الملک، ای پروردگار من، قد آتیتنی مسلما دادی مرا من الملک، چیزی از پادشاهی بر ما دادی، چیزی از قدرت و مکنت برایم دادی. در پهلوی ازی و علمتنی من تأویل الاحادیث، آموختی مرا از تعبیر خوابها، از تعبیر خوابها هم مرا آموختی. دو نعمت دادی، یک نعمت ایره دادی که قدرت برم دادی، نعمت دومی را دادی که آگاهی برم دادی از قضایایی که ظاهری است که به چشم و گوش و وسایل دیده میشه. این خب مشکل نداره، این خب کلگی میداند، ولی این که ما بیایم سر قضایای بحث بکنیم که او غیر مرئی است، این لطف الهی است، یک شاخه علم است. و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، ای پیدا کننده آسمان ها و الارض زمین، انت ولی، تو کارساز من است، تو کارساز من است. ما وقتی گفتم تو کارساز من است یعنی به این معنی که پیش مشکل داشتم، پیش تکلیف داشتم. انت ولی، تو کارساز من استی فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت، پس مشکل ما را تو زیبا میکرد. توفنی مسلما، بار الها بمیران مرا مسلما مسلمان، و الحقنی بالصالحین، و پیوست کن مرا با صالحان. اول باز کلمه که زیاد با او روبرو میشیم چی است؟ رب. و در این آیت ها چندین بار است که حضرت یوسف علیه السلام میگه ربی، رب رب رب. از ما هم در قبر اولین پرسان که میشه چیست؟ من ربک. کی تربیت کننده تو کی است؟ عطا کننده نعمتت کی است؟ ایجان به پادشاهی رسیده، به قدرت رسیده، از مشکلات خلاص شد، باز میگه رب قد آتیتنی من الملک، پروردگار من تو به من قدرت رو دادی، ما خودم کسب کردن نتونستم و تو به من علم آوختی، تو آفریدگار آسمان ها و زمین هستی، انت ولی، کارساز من تو هستی.
فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. بناهن توفنی مسلم، در آخرم خدا کامیابی اصلی است که مرا مسلمان بمیرم. من یک دفعه دیگه به شما قصه را کرده بودم، یعنی مسلمان به خدا زنده داشته باشه. این گفت که یعنی یازنه علامه سید قطب رحمت الله علیه این در جهاد آمده بود، گفت من میماندارش بود. یک شخصیت عالم بزرگوار بسیار زیاد بوده دیگه، برش تیتو پاس میکردم، من همیشه پرسانش میکردم. باز میگفتم سید چطور دادن؟ گفت یک روز سرم کار کرد، سید گفته رئیس خودت سید بساز. خب یک وقت دیگه با من خدایی میکنه. ما برش گفتم که استاد میشه که یک پرسان بکنم که امی آخرین آرمانت چی است؟ گفت من گفت که من میخوام مسلمان بمیرم. بسیار قهرم گرفت که تو نگفتی که شوروی از افغانستان برای آسیای میانه آزاد شود، خلافت اسلامی بیاید، فلسطین آزاد شود و کی یکی از این گپا ایمان خود شک داشت که تو میگی که مسلمان بمیرم. خب گپ تیر شد رفت. سالهای بعد من فهمیدم که گپی اصلی خواهمی است که انحراف دید و می کسایی که 100% حکومت اسلامی میخواستن، آری 100% چی میکنی که 100% آلی دموکراسی میخواد. کسایی که داد میدادن که حکومت عثمان اینجا خلا کرده، حضرت عثمان اشتباه کرده، سر زو میتازیدن. سبحان الله، این حکومت یزید مزید خب برش هیچ نبود، این حکومت ها نبود. یا چی شده؟ اینجا میبینی پیغمبر خداست. خوب فکر کنیم، توفنی مسلمان، خدایم بمیران مرا مسلمان و الحقنی بالصالحین، و لطف کرامت مرا با صالحان حشر کن، مرا با صالحان حشر کن. این نکته بسیار مهمی است و همیشه ما شما در آخر زمان قرار داریم. رسول علیه السلام میفرماید که قلب مؤمن یا قلب انسان از دیگ کرده از یاد جوش میخوره. دیگ که اون توق کده میگم تو ملاق میخوره. بترسین از خدا که اما تو غلط ملاق نخوری، یک بار فرچه باشی. رسول علیه السلام میفرماید که یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک. فکر نکنین که انحراف نمیاد، انحراف میآید. و ما که زنده هستیم همیشه در آزمون الهی قرار داریم و همیشه باید ببینیم که در فتنه هستیم. از این خاطر توفنی مسلما وار اله مرا مسلمان بمیران و الحقنی بالصالحین، و پیوست کن مرا با صالح. حالا قرآن چون این داستان خلاص میشه، هدفها را یک چی میکنه؟ یک هدف را خود حضرت یوسف علیه السلام پیش کرد که کاری اصلیت امی هست، توفنی مسلمان. اگر میخوای مسلمان بمیری چی بکن؟ نعمتهای خدا را برای خود یاد کن. رب 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 زیاد گفته برو تا که کبر و غرورت کم شد. ذالک من انباء الغیب، این گفته از اخبار غیب است. این چیزی که بر تو گفتم ای محمد صلی الله علیه و سلم، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این گفته از اخبار غیبی است، وحی میکنیم آن را به سوی تو. ما وحی میکنیم به سوی تو. و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم، و تو نبودی نزدیکشان چون جمع کردن نظرهای خود را. و هم یمکرون، در حالی که اینا چی میکردن؟ مکر میکردن و حیله میکردن. تو در وقت نبودی. ذالک در حقیقت به تسمیه این سوره اشاره است. ذالک این سوره یوسف که است من انباء الغیب، یه از قضایای غیب است. چی عجیب قضایایی هست؟ یک قضایای غیب تسلی به رسول علیه السلام در اینجا برشم تسلی است. تمام فتنگری و مکر را برادرش به کار برد، خداوند متعال نجاتش میده. تمام مکر از زیر زن به کار برد، الله نجاتش میده. تمام مکر را زن عزیز مصر در مقابل زنای دیگه به کار برد. بعد میبینیم که مکرها به اشکال مختلف در اینجا میآید و این تحلیل برای ما میکنه.
بنابراین پیغمبر علیه السلام میگه وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و این کان مکرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده ان الله عزیز ذو انتقام. میگه این دشمنا بسیار حیله میکنه، بسیار نقشه میکشه. اگر یک دنیا و یک کائنات این به خاطر حسب نقشه یک انسان پیش برده میشد، شما آثار دین نمیدیدین. آثار دین نمیدید. با این اندازه نقشه اگر دقیق یا جور بکنه که یک کور اینجا بگیره ببره لتزول منه الجبال، که در نتیجه از این مکر یک کور انتقال بده. انتقال کور خاصان نیست، یک ذرهش نفته. از این معلوم میشه که نقشه بسیار دقیق است. اگر مخ نقشه دقیق هم بوده باشه و عند الله مکرهم، پیش خدا نقشه دیگه است که چگونه حفاظت بکنه. اینجا هم میگه و ما کنت لدیهم، تو نبودی نزدیک ایشان از اجمعوا امرهم، چون جمع کردن نظرهای خود را. هر کس نقشه خود ساخت. برادرای یوسف نقشه خود ساخت، عزیز مصر نقشه خود ساخت، پاچا نقشه خود ساخت. هر کس برای خودش جور میکرد. و هم یمکرون. این سوره در حقیقت چرا ذالک من انباء الغیب است؟ به خاطر از اینکه هشدار میده برای مشرکین. برای مشرک هشدار میده. دیدی یوسف را از کجا به کجا آورد؟ هر مکر قتل شد نشد. به هر عنوان خواستن که را سقوط بده، ولی ما نجاتش دادیم. بنان شما با محمد علیه السلام توطئه چی میکنیم؟ ما اما تو یوسف واری چی میکنیم؟ این را کامیاب میکنیم. اما تو خجالت زده که بیادرایش افتیدن، شما هم نفتین. و اما تو نفتیدن؟ اما تو افتیدن. گفته بد کردیم سه که ما چی میکنیم؟ تو خوب بسیار انسانی خوبی هستی. پیامبر اصلا چی گفت؟ میگه ما گفته یوسف برتان میگم بریم انتم طلقا، بریم پناهتان با خدا، شما آزاد هستین. اینجا از این خاطر هشدار میده به مشرکین با اما تو که یوسف کامیاب کردن، پیغمبرم کامیاب میکنه، فکر بوده باشه. در این صورت تحریض است. ما شما رو تحریض میکنه که یا مسلمان خو نکن. اگر چند مشکل سرت آمد دین اعلام میکنی. چقدر مشکلات سر حضرت یوسف علیه السلام ولی چیخ میاد که خدای آزاد نداد، تنامه را دیدی که دو چامه را انداختی، باز فروخته شدم، بازی شدم. این دیگه کس نیست. اگه بار ما تو گپ میزنه خدای تن افغانستان است که نه، شما پل هستین، شما جایگاه دارین، شما تخت تغییر میارین. یادی نیست الله شما را انتخاب کرده که مسیر بتین، دیگر الله انتخاب نکرده. شکر بکن. یک دو مشکل سرتان آمد دیگه باز به دیگه پهلو خدا منده. در این نکته ذالک اشاره است به بیان صداقت رسول ما صلی الله علیه و سلم. پیغمبر بسیار صادق است، با تمام صداقتش پیام را انتقال میده. ذالک من انباء الغیب، چون قضیه غیب است با مون غیبتش بر شما ذکر کرد و براتون آوردش. ولی و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. جواب برای کی است؟ برای یهود آمدن نزد رسول علیه السلام گفتن میگه اگه تو خود پیغمبر میگویی پس داستان یوسف بر ما بکن. زیرا او خب میفهمید که در جزیرات العرب یوسف کی مشناسه. ایره میفهمیده. ایره به چیزی مکلفیت کرد که عاجزش کنه. رب العالمین مستقل یک سوره، اولین سوره است که مکمل نازل میشه تو یک دفعه و کل داستان رو با این جزئیاتش ذکر میکنه. یکی از علما گفت که من سوره یوسف رو تحلیل کردم، بیش از 1000 حکمت در این سورت است. بیش از 1000 حکمت. بنان میگه ما ایره بر تو وحی کردیم که دارای همه حکمت های بسیار بزرگی است، ولی با این کل حالاتش و ما اکثر الناس و نیست اکثر مردمان گرویده ایمان. اکثر مردم گرویده ایمان نیست ولو که حقایق پیش روش بوده باشه. یک سوره دارای 1000 حکمت برات بیاید و ایمان بیاری. و خودشان طلب کرده بودن که داستان یوسف رو با ما بگو. وقتی که قرآنی را برش میگه تو اگه یا این جای کدام جایش غلط می بود باز یهود چوب میشستن.
و دائما چقدر قال مقال میکنه جایزه تو راست جایزه تو راست میگفتن. ولی قرآن کریم همین نکته را میگوید و ما کان اکثر الناس و نیستن اکثر مردمان گرویده ایمان ولو حرصت، اگر چه تو حرص میداری به ایمان آوردنش که باید مسلمان شاه به مؤمنین بر ایمانشان، اگر چه تو حرص داری به ایمان آوردنشان، ولی اکثر مردم نمیاره ایمان. بدن تو خفه نشو که شرایط شد شرایط. جنت جای هر کس هم نیست، مواصفات میخواد. اینا ایمان نمیارن، در دل کسی بره خود هر چیزی که خوب بوده باشه باید کسی قبول بکنه، و چیز خوب کسی مخالفت نمیکنه، باید ایمان بیارن. میگه یکی از بسیار چیزای خوب است، مفتم در خدمتش قرار میگیره، ولی نمیارن. و ما تسألهم علیه من اجر، تو از اینا مزد نخواستی که در مقابل مزد اینا با ایمان بیارن، بلکه ایمان مفت بود در حقیقت. یکی از استاذا بر ما در اینجا میگفت، خداوند مطالبه بخشش، اللهم اغفره یا، و میگه که هر جایی که طاعت است مفت است، هر جایی که گناه است قیمت باید بودی. قیمت گناه بی قیمت نیست. شراب بخوره قیمتش باید بپردازی نپردازی، زنا بکنی قیمتش باید بپردازی نپردازی. چیزی که گناه است قیمتش داره، ثواب قیمت نداره، مفت است. اینجا ببینی که و ما تسألهم علیه من اجر، تو از اینها مزد نخواست. اگر از کسی ایمان میاره این پیسه بده. این هو الا ذکر للعالمین، نیست این قرآن مگر پند برای عالم ها، پند برای کل عالم است، با انس با جن، با کلش پند است، با عالم زمین با عالم آسمان این پند است. این هو الا ذکر للعالمین و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین و ذکر بالقرآن من یخاف وعید. و کأی من آیت، و بس از نشانی هاست، فی السماوات در آسمان ها و الارض در زمین، یمرون علیها که به آن میگذرند. چقدر نشانی های توحید الهی در آسمان هاست و چقدر نشانی های توحید الهی در زمین است. یمرون علیها میگذرند بر آن، اما تغلی که تیر میشن، اما تسبیشان تیر میشد، اینجا باید اما تسبیش تیر میشد، تعمق نمی کند، فکر نمی کند. و کأی من آیت فی السماوات، چقدر نشانی هاست در آسمان ها. شما تفکر بکنین که تنها متوجه شوین به آفتاب 350 میلیون چند زمین ما کلان است. یه عجیب نیست؟ ایره بگو که چه رقم آتش است، روشنی است، قیامت تو میلیون سال است که هیچ خلاص نمیشه. یه عجیب نیست؟ این سیاراتی که تو گردش دور میخوره، این سرعت از کجا کرد؟ این سرعت از کجا کرد که هم تو دور میخوره؟ اگر سرعت نداشته باشه میگیرش، همین افتاو همین میگیره. چقدر با سرعت بوده باشه که باید نزدیکش نشه، و این سرعت اگر تیز شوه از مدارم بیرون میشه. یک سرعت منظم و دقیق. این دنیای ما رو سعی کن، اگر دوم می بود از گرمی ما شما میمردیم، اگر چهارم میشد از خونگی میمردیم. در کدام موقعیت ما شما رو قرار داد. یک انسان فکر باید بکنه که در این سیارات عجیب است. 360 وقتی که یک دوره طی میکنه 360 روز براتون. زمین ما با یک ستاره داره از خودش، مهتاب، این با در گرد خودش چرخ میزنه، این باز بر تو 30 روز میده. عجیب نیست؟ 30 روز چی معنا بر تو میده؟ 30 روز بر تو همین معنا میده که اوقات بشناسی. باید بفهمی که اوقات چقدر مهم است. اوقات رو نمیشناختیم اینجا ما شما جمع شدن نمیتونستیم. یک شاید 10 بجه میامد، یک بار جمع شدن. در وقت چقدر اهمیت است. خداوند متعال بر بالای ما شما رحم کرد، وقتم به ما داد. یعنی چقدر نعمت های است. از این خاطر قرآن میگه که و کأی من آیت، چه بسا از نشانی هاست فی السماوات در آسمان ها و الارض در زمین.
در زمین چقدر نشانی هاست. تنها امی آب یک در پیش رویت بگذار، ترش نیست، تلخ نیست، شیرین نیست، رنگ نداره. اگر رنگ پیدا میکرد شما دیگه هیچ رنگ نمی داشتین، یعنی سرخ و سبزشین که دیگه چرا غلبه رنگ آب سر زیاد از دیگه بر خود میگرد. اگر مزه می داشت همه دیگه شما خلاص بودین. اگر ترش می بود دیگه چون غلبه آب زیاد است دیگه شما شیرینی میرین نمیشت. چی عجیب است. خودت میفهمی که از دو چیز اکسیژن هیدروژن جور شده. حالا خود جور کو دیگه وانه که چقدر قیمت براتون میفته. رب العالمین. ولی اما تو فکر بکن. این دریاهای عجیبی که میره. یمرون علیها میگه مردم سرش دیر میشوند. هر روز ایره میبینند. یمرون علیها و هم عنها معرضون. ولی متاسفانه که از این نشانه ها چی میکنن؟ از این نشانه ها رو گردانن. اصلا متوجه نیستن که نعمت خدا را کمک التفات بکنن، کمک دقیق شوند و بگه که خدای را خود تو نصیب میکرد. این امیال ما شما ششتیم و همی گروپ همی گیریم. کسی شکرش کشیده؟ خصیش نیستیم چرا قبض در حال که بزرگ نعمت عجیبی است. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون و ایشان از آن روگردانند، متوجهش هم نیست و دقیق هم نشد.